بگو چرا نسبت به کسی که زمین را در 2 روز آفریده کافر می‌شوید و برای او همتایانی قرار می‌دهید؟ او پروردگار جهانیان است. او کسی است که بر روی زمین کوه‌های استوار قرار داد و زمین را با برکت کرد و رزق و روزی موجود در آن را در 4 روز مساوی مقدر نمود تا هر نیازمندی نیازش را برطرف نماید. سپس به آسمان پرداخت در حالی که دودی بیش نبود. آنگاه به آسمان و زمین گفت سوی من آیید، چه بخواهید چه نخواهید. و آن 2 گفتند سراپا فرمان بردار آمدیم. پس آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید و کار هر آسمان را به آن وحی کرد و آسمان دنیا را به چراغ‌هایی آراست و محفوظش داشت. این تقدیر آفرینش خدای قدرتمند و آگاه است. چنانچه از حقایق روی برگرداندند بگو شاهد باشید که شما را از صاعقه‌ای چون صاعقه مرگبار قوم عاد و ثمود هشدار دادم.